دخترای تیک تاک و بیگولایف خوب گوش اندازه. من برای شما صفت زنهای دوزخی را بیان میکنم. مبادا شما از جمله همون زنهای دوزخی نباشه. خوب به دقت گوش اندازه. در روایت مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید دو گروه از امتی من دوزخی هستند که تا حال اونها را ندیدم. یعنی او دو گروه مردم در زمان پیامبر خدا نبودن و بعداً اونها میبرویند. خوب به دقت گوش کنید. زنها مبادا همین صفت ها در شما نباشه. یکم گروهش همون مردمی هست که در دستش به مثل دوم گاو تازیانه مردم میزنن. دوم گروهش همون زنهایی هستند که میگه لباس پوشیده اند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند. لباس تنگ یا تنک یا نیم برهنه پوشیدگی هستند که بدن اونها نمودار است. تهپوش اونها حتی نمودار است. خب شما این سخن مرا با فکرم خوبتر فهمیده که لباس تنگ و تنک و نیم برهنه چه خیلی لباسی هسته. میگه یک صفت دیگرشون ایه که مویهای آنها در سراشون به مثل کوهان شتر بلند است. اونها داخل جنت نمیشوند و حتی بوی جنت هم در مشامشون نمیرسه. زنهایی که در پوبلیک هسته و با لباسهای تنگ و نیم برهنه و به حجاب مویهاتون در تاری سرتون بلند کردگی 100% همین صفتهایی که پیامبری خدا بیان میکنه صفتهای زنهای دوزخی را در شما دیده میشود. من دلم برای شما میسوزه ای خواهرها. مبادا شما از اهل دوزخ بشوی و آخرت خودتون برباد بتیه. از الله بترسه و لباسهای ببر بکنه که او لباسها شایسته یک زن مسلمان باشه. باره به نزد مادرمان حضرت عایشه همسر پیامبر خدا یک گروه زنهای داخل شدن که لباسهای تنک پوشیده بودند. حجاب داشتن ولی لباسهای تنک پوشیده بودند. حضرت مادرمان عایشه میفرماید اگر شما زنهای مسلمان باشه این لباسی که شما پوشیده لباسی زنهای مسلمان نیست. پس شما وقتی که در پوبلیک میبروی لباسهای مردم غرب، لباسهای اروپایی میپوشه که لباسهای نیم برهنه و تنگ است، تمام بدن شما نمودار است، مردها را با اون لباساتون بیقرار میکنه. این یقین بدانه که شما از اهل دوزخ هسته که پیامبر خدا صفتهاش در این حدیث بیان میکنه. از الله بترسه خواهرای عزیز.